در کابالا گفته میشد واقعیت بیرونی ما انعکاس مستقیم حالت درونی ماست. اگر میخواهی چیزی را در جهان بیرونی خلق کنی، ابتدا باید درونت شبیه آن شود. این قانون را قانون شباهت مینامند. کابالا میگوید جهان بر اساس دریافت و بخشش ساخته شده. تا زمانی که فرکانس و نیتت مثل خواسته‌ات نشود، نمیتواند وارد زندگیت شود. دنیا به تو چیزی را میدهد که شبیه آن هستی، نه چیزی که فقط میخواهی. اگر ثروت میخواهی اما درونت پر از ترس، کمبود یا نگرانی است، تو شبیه فرکانس کمبود هستی، نه وفور. کابالا میگوید اول باید درونت را با حالت دارندگی هماهنگ کنی تا در بیرون هم همان را بسازی. تمرین کابالیستا: از خواسته‌ات را مشخص کن. از خودت بپرس اگر همین حالا این خواسته را داشتم چه احساسی داشتم؟ همان احساس را امروز زندگی کن. این یعنی تبدیل شدن به فرکانس آن خواسته. تو جهان بیرون را عوض نمی کنی، بلکه خودت را شبیه چیزی می کنی که می خواهی و جهان مجبور می شود انعکاسش را به تو پس بدهد. این راز خلق خواسته در کابالاست.